سرخط خبرهای مهم: بازداشت یک زن برای مرگ کودک در باغچه. قرقیزستان هم برای مهاجران رید می‌گذراند و هشداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده از باران‌های شدید و سیل. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده‌های عزیز. شما نویدی با مدیر تماشا دارید. امروز پنجشنبه 22 می. در دوشنبه در پی مرگ طفل 2 ساله در یک کودکستان خصوصی یک مسئول این مؤسسه بازداشت شده است. وزارت کار داخلی تاجیکستان روز 21 می نوشت روز 19 می در کودکستان خصوصی سوال و جواب پسر بچه 2 ساله از رخت خواب افتاده جان داده است. وزارت میگوید از روی این حادثه زنی 29 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان اجرای نامطلوب عهده‌داری اوید به تامین بخطری حیات و سلامتی کودک دستگیر کرده شد. اسم این زن آورده نمی شود. در جزئیات حادثه سامانه این نهاد می نویسد که 19 می سال 2025 تخمینا ساعت 13:05 هنگام اجرای عهده‌داری همچون مربی خنک نظرانه رفتار نموده در وقت خواب کودکان آنها را تنها گذاشته است. در نتیجه از بی‌احتیاطی پسر بچه 2 ساله ساکن پایتخت از آشیانه دوم رخت خواب افتاده از گردنش در پنجره رخت خواب آویزان شده به هلاکت رسیده است. با نوشته این سامانه صلاحیت‌های کسبی این زن هم در مقام مربی خصوصیتی رسمی نداشته است. نظر خود این زن درباره این گفته مقامات معلوم نیست. از روی این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. ماه آینده در قرقیزستان نسبت به مهاجرانی که قاعده‌های بود و باش در این کشور را نقض کردند تفتیش و رید گذرانده می شود. در این باره بخش قرقیزی رادیو آزادی از قبل کمیته دولتی امنیت ملی این کشور خبر داده است. به اطلاع منبع عملیات نلیگال در قرقیزستان از 10 ایون آغاز گردیده در آن همه نیروهای امنیتی شرکت خواهند کرد. مقامات گفتند نسبت به ویران کنندگان و شخصان دعوت کننده چراهای ماموری و جنایتی میاندیشند. با گفته مقامات سالهای اخیر تعداد مهاجران کاری از هندوستان و پاکستان و بنگلادش در قرقیزستان افزوده اکثر آنها در بخش ساختمان و تعمیر و کارخانه‌های دوزندگی فعالیت می‌کنند. کمیته دولتی ملی تعداد مهاجران غیر رسمی را حدود 5000 نفر حسابیده است. درباره اینکه چقدر شهروندان تاجیکستان در قرقیزستان کار و زندگی می‌کنند معلومات دقیق دسترس نیست. امروزها از کمک ذهن سونی نه تنها در تحصیل تجارت و کار استفاده می کنند بلکه بعضی افراد در حیات شخصی نیز از مصلحت‌های آن پیش می روند. چت جی پی تی با زبان‌های زیادی از جمله تاجیکی نیز دسترس است. این نوبت همکاران ما از ساکنان و مهمان‌های پایتخت پرسیدند که آیا از چت جی پی تی استفاده می‌برند و ذهن سونی با آنها چی کمک می‌کند؟ پاسخ را یکجا می‌بینیم. نه ما استفاده نمی‌بریم. چت جی پی تی این یک چیزی است که در این دور زمان خریب همه استفاده می‌برند از خرد تا کلان. حتی من در هندوستان که بودم حتی پروفسورها با این چیز کار می‌کردن. ما برنامه گیس رویان جی آی اس رو در اونجا می‌خوندیم. آنها همه استفاده می‌بردند. وقتی چیزی رو نمی‌فهمی از اونجا می‌پرسی و بهتر معلومات رو خواهی کوتاه کرده خواهی مفصل کرده می‌فهمند. نه ما استفاده نمی‌بریم لیکن درباره این معلوماتی خوب داریم. برای جامعه امروز این چیزی بهترین است. لیکن در جای ما برای استفاده برش امکانیت کم است. در دهه در شهرها مثلا در پایتخت در ولایت امکانیت‌های وسیع است که او را استفاده برند. چیزی خوب است. برای جهانی شوی بهتر است. ذهن سونی به شما یاری میرسونه؟ خیلی یاری میرسونه. ما چیزهای نو میفهمیم، چیزهایی را که از اینترنت یافته نمیتونیم از چت جی پی تی میفهمیم. درس ها برای ادیت صورت ها برای مقصد صورت ها را ادیت میکنیم، ویدیو ها را ادیت میکنیم. مقصد سوالای لبای خیلی سوالای درسی باشه، سوالای مقصد برای کار باشه، برای بیزنس باشه، همش ازش میپرسیم. علایده همش جواب میده. خوبیش در آن است که همه چیز عادی میکنه. تو مشکلی نداره که وقتت رو دراز کنی، مثلا به کتابخانه روی یا که به یگان راهی دراز روی که مشکلیت رو حل کنی. یک فرمایش میدی و مشکلی تو همین قطعی حل میشود. منفی خوب بسیارتر نداره چون ما مثبتش میاندیشیم. برای که مثبت بسیار داره ما میتونیم چیزایی رو که نمیفهمیم اگه سوال کنیم میتونه جوابش بده. بسیار مثبت است.
منفیش هم میتونیم بسیار کسا از بسیار استفاده میشه دیگه و خیلی میشه هر کس نظر به اون سوال و استفادهش. همه چیزها در همین دنیا چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتواند ضرر بیارد و چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتواند پلوسی کلان بیارد. برای اون پیامدهای بد دارد که یعنی انسان تنبل کردنش ممکن است. خب او شما یک نرم افزاری است که میتونه چیزی که سوال کنی و یا جوابش بگه، اما ما میتونیم اگر میخوایم تنبلی نشه و دیگه نشه کتابا رو مطالعه کنیم. وقتی ما سوال میاد میتونیم بریم کتابا رو مطالعه کنیم و بگیریم جواب خدا. اما هوش مصنوعی چیه که مثال چیزی که سوال میگه ظرف 1 منت برای تو میتونه جوابش بکشه. با فکر من در سال زمان حاضر باید این چیزا باشند و باید ما این چیزا را آموزیم، از خود کنیم برای اون که از عصر 21 است، سال 25 است، تکنیک پیشرفته ایستاده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از باریدن باران و آمدن سیل در چند روز آینده هشدار داده است. با اطلاع این نهاد روزهای 22 و 23 می در منطقه‌های کوهی ناحیه‌های تابع جمهوری، ولایت سوغد و بعضی نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باریدن باران‌های پرشدت پیش بینی می‌شود که در پی آن می‌تواند سیل بیاید. کمیته از شهروندان خواسته است جویبار و ذهبارها و سیلراه‌های مناطق خود را تازه کنند و بدون ضرورت به راه‌های کوهی و دشت و دمن نروند. در پی ترکیش در نزد یک اتوبوس مکتب در ولایت بلوچستان پاکستان 5 نفر از جمله 3 کودک کشته و 35 کس مجروح شده است. ولایت بلوچستان که از کندنی‌های فایده‌ناک طبیعی بوی است در جنوب و غرب پاکستان جایگیر بوده، دوام 4 قرن اخیر مکان زد و خوردهای گروه‌های جدایی طلب دانسته می شود. در اظهارات ارتش پاکستان گفته می شود که ترکیش در نزدیکی مهمانخانه رخشانی ناحیه خوستر رخ داده است. با گذشت 2 روز از حادثه کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، ولی در گذشته حمله های پرخشونت و ترکش های مثل این را گروه های جدایی طلب به دوش خود گرفتند. این منطقه استراتژی با افغانستان و ایران هم سرحد است و اکثر ساکنانش هم از قوم بلوچ می باشند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز 22 می خبر می دهد. از سال 1993 با تشبث سازمان ملل متحد هر 22 می چون روز بین المللی تنوع یا گوناگونی بیولوژی جشن گرفته می شود. زیست شناسان می گویند رشد صنعت، گسترش شهرها و فعالیت بی‌اندیشانه انسان باعث آسیب دیدن و حتی نابود شدن رستنی و عالم وحوش می گردد. این روز به خاطر هشدار از ضرورت حفظ طبیعت و قبول قرارهای به خاطر نگهداری رنگارنگی و امنیت محیط زیست قبول شده است. 22 می سال 2016 در رایپرسی تغییر کنستیتوسیای تاجیکستان 41 تغییر اضافه وارد کرده شد. از جمله شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان در انتخابات بعدی نامحدود شد، تشکیل حزب‌های مذهبی منع گردید و پرزیدنت رسما عنوان پیشوای ملت را گرفت. علاوه بر این سن نامزد پرزیدنتی در تاجیکستان از 35 به 30 سال پایین آورده شد که به قول رسانه‌ها راه پسر پرزیدنت رستم امام علی را به مقام ریاست جمهوری هموار کرد. 22 می سال 1942 زادروز ملکه صابرова است که در 39 سال عمرش بالت تاجیک را در اتحاد شوروی و جهان شهرت یار کرد. او نقش اساسی را در معروفترین نمایشنامه‌ها ژیزل، دون کیخوت، کولی قوان، رومئو و جولیت بازیده. سال 1974 هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی گردید. بعد ملکه صابرova در تاجیکستان مکتب بالت رشد کرد ولی کسی نتوانست به جایگاه بلند او رسد. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 128 سومانی، 100 یورو با 1167 سومانی و 100 دلار را 1030 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کرده. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر.